خیلی خوشحالیم من و دوستان هنرمندم امیر کوشکانی و حامین هنری امشب در خدمتتون بودیم و بعد از مدت‌ها به خاطر این پاندمی کرونا نتونستیم دیداری تازه کنیم، ولی امشب خیلی خوشحالیم که دوباره همه شما رو دیدیم. امیدواریم که از برنامه‌مون لذت برده باشیم. الان میخوایم یه تصنیف قدیمی براتون اجرا کنیم به اسم نازنین که این تصنیف البته خب نسخه اصلیش با صدای خانم ملوک زرابیه و آهنگش هم از آقای عبدالله جانپناه. یادشون گرامی باشه. خیلی ممنون. من دیگه عرضی ندارم. شب همگی بخیر. همیشه خوب و خوش باشید. خود